الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام أتمان الأكملان على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران و خواهران موحدا، بارك الله فيكم. بإذن الله سبحانه و تعالی این حلقه 55 از آموزشی کلمت التوحید است. لا اله الا الله محمد رسول الله، که معنیش نیست معبود بر حق بجز الله و محمد صلی الله علیه و سلم بنده و رسول الله هستند. پس باذن الله در این حلقه 55 ما به شرح و توضیح و بیان شرط دیگری صحت لا اله الا الله می پردازیم که این محبت است. البته محبت شرط پنجم صحت لا اله الا الله است که باید هر کسی که لا اله الا الله میگوید محبت داشته باشد. محبت به این کلمه، محبت به الله، محبت به دین، محبت به اسلام، محبت به اهل این دین و کفر به طاغوت و به دیدن و بغض و عداوت کردن به کافران باید داشته باشد. پس گفتیم اولین شرط لا اله الا الله علم است که ضدش این کفر جهل است. دومین شرط صحت لا اله الا الله این یقین است که ضدش کفر شک و ریب و شبهه است. و سومین شرط صحت لا اله الا الله این صدق است که ضدش کذب و دروغ و نفاق است. کفر کذب و کفر نفاق است. و چهارمین شرط صحت لا اله الا الله اخلاص است که ضدش این شرک است، کفر و شرک است. بارک الله فیکم. و پنجمین شرط صحت لا اله الا الله این محبت است. البته سلیمان ابن حمدان رحمه الله، یکی از علمای بزرگ اهل سنت و الجماعت، علامه سلیمان ابن حمدان، در ابیات‌های این شرط پنجمین صحت لا اله الا الله را که محبت است بیان می‌نمایند و میگویند: و خامسها شرط المحبة فلتكن محبا لما دلت عليه من الهدي، ومن كان ذا حب لمولاه إنما محبته للدين شرط فقيد، ومن لا فلا والحب لله إنما يتم بحب الدين دين محمد، فعاد الذي عاد لدين محمد، ووالي الذي والاه من كل مهتدي، وأحبب رسول الله أكمل من دعا إلى الله والتقوى وأكمل مرشدي، أحب من الأولاد والنفس والومن جميع الورى والمال من كل أتلدي، وطارفه والوالدين كليهما بآبائنا والأمهات فنفتدي، وأحبب لحب الله من كان مؤمنا، وأبغض لبغض الله أهل التمرد، وما الدين إلا الحب والبغض والولاء، وما الدين إلا الحب والبغض والولاء، كذاك البراء من كل غاو ومعتدي. رحمه الله تعالی. در حقیقت این ابیات ها به نهایت ابیات های بزرگ و ابیات هایی است که حق محبت را بیان نموده است. شیخ میگویند پنجمین شرط کلمه توحید، کلمت التقوا، عروة الوثقا، کلمت النجات، کلمت الطیبه که لا اله الا الله است، این محبت است. پس میگد ای مرد مسلمان، تو باید دوست بداری، عاشق آن چیزی که این کلمه دلالت میکند عاشق آن باشی. یعنی این کلمه را دوست بداری و آن چیزی که این کلمه بر همون دلالت میکند از هدایت به همون عاشق باشی. محبا لما دلت علیه من الهدی. پس
باید دانی که هر وقتا که این کلمه را گفتی و الله را دوست داشتی، حتما باید این دین را دوست بداری و این شرط صحت لا اله الا الله است. پس همان وقت دین تو کامل می شود که تو لا اله الا الله را با محبت گفته باشی، لا اله الا الله را دوست بداری و اهل لا اله الا الله را محبت بکنی، دوست بداری و کسانی که از اهل توحیدن اونها را دوست بداری. فعاد الذي عاد لدین محمد، پس بعد شمار دشمنی کن با آن کسی که با دین محمد دشمنی بکند و دوستی بکن. و وال الذی والاه من کل مهتدی، و دوستی بکن و محبت بکن به همان کسی که به دین محمد دوست است و هدایت شده است. پس ای بنده الله، رسول الله را خوب دوست بدار، به درجه بالاترین دوست بدار، زیرا که همان بود که کاملترین بهترین دعوت را در زمین کرد تا که به سوی الله بازگردی و امام متقین بود و کاملترین مرشد بود. پس رسول الله را از فرزندت، از نفست، از پدر و مادرت و از تمام مال و ملکت زیادتر باید دوست بداری و خودت را باید فدای رسول الله بکنی که این نتیجه حب است. پس به خاطر حب الله مؤمنان را دوست بدار. وقتی که الله و دینش را دوست بداشتی، مؤمنان را دوست بدار و بعد ببین و بغض و عداوت بکن به همون اهل تمرد و کافران و سرکشان و مرتدان که الله اونها را بد دیده است. پس دین بجز حب و بغض و ولا و برا چیزی نیست میگند. پس دین میگن همین حب است و بغض است. حب دوست داشتن این کلمه، عمل کردن به این کلمه و دوست داشتن الله و رسول و پیروانش، و بغض به دیدن دشمنان این کلمه، به دیدن کسانی که دین الله، دین رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و این کلمه رو بعد میبینند. در حقیقت این مختصر ابیاتی که در اینجا ذکر شده است معناش این است. پس علمای اهل سنت و جماعت زحمت های گوناگونی کشیدند تا که برای ما دین به آسانی برسد. الله همه علمای اهل سنت و جماعت را رحمت نماید. پس محبت چی معنی دارد؟ محبت که شرط صحت لا اله الا الله است، محبت که یک کلمه است که شریعت این کلمه را از زبان عربی استفاده برده است. ما از دو جهت نظر میکنیم: تعریف محبت، معنی داد محبت از جهت لغوی و معنی داد محبت از جهت شرعی. معنی داد محبت این اسم به عشق و حب و دوستداری است، ضد بغض و بدبینی است. محبت این اسم برای دوستداری است، برای محبت است. پس همین محبت ضد بغض و عداوت و دشمنی و بدبینی است و پس کراهیت است. و معنای محبت خیلی که علمای لغت میگن در گرد و اطراف 5 معانی دور میزند. محبت میگن این صفا، پاکیزگی، و دومش سفیدی، بیاض، سفیدی بنهایت نوری، علو بلندی، ظهور آشکار شوی، لزوم با همراهی سخت داشتن، ثابت بودن، مغز چیز را بیان کردن و حفظ و امساک، حفظ کردن و نگه داشتن. این معنای محبت در لغت است. در گرد و اطراف 5 معنا محبت در لغت دور میزند. اما در لغت محبت را معنی دادی تعریفی معینی نکردند. چخیلی که ابن ابی العز حنفی رحمه الله در کتاب عقیدوی شرح طحاوی حنفی ذکر میکنند، میگن که اختلف فی حد المحبت على نحو 30 قولا. علما در حد یعنی معنای معین محبت، کلمه محبت در لغت تقریبا میگن به 30 قول، 30 سخن و 30 مذهب اختلاف کردند. پس میگن محبت را به یک حد و به یک دایره معین و واضح
جمع کردن و ذکر کردن در یک حدود گذاشتنش ناممکن است. بارک الله فیکم. و این بود معنای محبت در لغت. اما محبت در شریعت معنیش چیست؟ مقصد از محبت در شریعت و مقصد از محبتی که اینجا ما به شما خبر میدهیم، این محبت و دوستداری که شرط صحت لا اله الا الله است. وقتی که این محبت فاقد شد، نیست شد، نابود شد، باید بداند که لا اله الا الله نابود شد. هر کسی میخواهد که لا اله الا اللهش مفید باشد، نجات دهنده باشد، کلید جنت باشد، پس محبت شرط است که باید همراه لا اله الا الله باشد. مقصد از محبتی که ما به شما از شرط صحت لا اله الا الله ذکر می نماییم این است که یک انسانی که خود را مسلمان میگوید و لا اله الا الله میگوید، همین کلمه لا اله الا الله، کلمه التوحید، کلمه الطیبه، کلمه التقوى، عروه الوثقا و کلمه لا اله الا الله را باید دوست بدارد. محبت نسبت همین کلمه داشته باشد و محبت نسبت آن چیزی که این کلمه دلالت میکند به همون داشته باشد. به مضمون این کلمه محبت داشته باشد، به طلبات این کلمه محبت داشته باشد، محبت بر توحید داشته باشد، اهل توحید را دوست بدارد، توحید را دوست بدارد، کوشش در توحید بکند، قلبش را برای توحید باز بکند و از شرک و مشرکین بدش آید، به اونها برایی و تبرع جوید و هر آن چیزی که این کلمه طلب می نماید از معنای و مقتضای و دلالاتش، آن چیزی که لازم می شمارد که با همراهی این کلمه باشد، مسلمان باید دوست بدارد، محبت داشته باشد. محبت به توحید الله، به عبادت الله محبت داشته باشد و به طاغوت کفر باید ورزد. یعنی وقتی که محبت به الله ورزید، الله را دوست داشت، باید در حالت اتوماتیکی باید انسان به طاغوت، به غیر الله، آن چیزهایی که غیر الله پرستیده می شود، از هیکل و از بت و از انسان و از شیخ و از قبر و از دیگر درخت و مزارها، انسان باید این چیزهایی که غیر الله پرستیده می شود این را طاغوت می نامیم، از طاغوت دست کشد، به طاغوت کفر ورزد، طاغوت را رد بکند، از طاغوت براءت جوید، بیزاری جوید، از تمام نمود شرک بیزاری جوید و براءت جوید. زیرا که انسان ناممکن است که هم الله را دوست بدارد، هم عبادت الله را دوست بدارد، هم طاغوت غیر الله را دوست بدارد و براءت از شرک نداشته باشد. این ناممکن است. چه خیلی که الله سبحانه و تعالی در قرآن عظیم الشان میگه ما جعل الله لجوف رجل من قلبین. الله در درون انسان به هر یک انسان دو قلب نداده است که یک قلب باطل را قبول کند، قلب دیگر صحیح و حق را قبول کند. این طور نیست. هر یک انسان یک قلب دارد و این قلب قادر است که یا مؤمن باشد، مسلم، یا که کافر، یا که منافق. چیز دیگر وجود ندارد. پس مؤمن شدن این دوست داشتن الله و توحید الله، عبادت الله است. کافر شدن این دوست داشتن طاغوت و دوست داشتن شرک و مشرک شدن. منافق شدن این است که هم الله را دوست می‌دارم بگوید، هم عبادت الله را دوست می‌دارم بگید، هم طاغوت را دوست بدارد و از طاغوت براءت نجوید و شرک را ترک نکند. این منافق است و نفاق اکبر است که انسان را کافر می‌کند. پس بنده باید الله را دوست بدارد، کلمه لا اله الا الله را دوست بدارد، معنیش را دوست بدارد، دلالتش را دوست بدارد، قبول بکند و با همین محبتش، با همین دوستداریش به الله رب العزت و الجلال تقرب نماید، نزدیکی جوید. این دوستداری کلمه این عبادت بزرگترین عبادت است. قسم به الله، از هزارها نماز رکعت، نماز نفلی که میخونید، محبت این کلمه، محبت اهل این کلمه، محبت توحید افضل است و لذت دارد. کسی که عبادت میکند اما حب ندارد، عشق ندارد، حالا نفهمیده است که به کی عبادت میکند. پس انسان رغبت باید داشته باشد، ذوق و شوق برای تحقیق محبت و توحید داشته باشد. پس ای جوان مسلمان، ای مرد،
و ای جوان دختر مسلمان، آیا میخواهی که محبتت نسبت الله و رسولش، نسبت دینش و نسبت کلمت التوحید لا اله الا الله محبتت تحقیق یابد؟ آیا میخواهی که محبت بکنی؟ پس کوشش نما، تعلیم بگیر و از امرهای الله سبحانه و تعالی بیرون مبرا، امرها را بجا بیاور و از نهی کرده دور بیست و موحد باش. پس محبت به کلمه توحید یعنی محبت لا اله الا الله، معناش این است که محبت آن ذاتی که در این کلمه آمده است، محبت الله الواحد الاحد، محبت الله یگانه که صاحب ربوبیت است و مستحق الوهیت است، و دوست داشتنی و این چنین دوست داشتنی اهل این کلمه، اهل گویندگان لا اله الا الله، دوست دارندگان دوست لا اله الا الله، دوست دارندگان موحدین، یعنی دوست داشتن موحدین، دوست داشتن رسولان الله رب العزة والجلال، آن رسولانی که الله سبحانه و تعالی برای رسانیدن این کلمه فرستانده است، دوست داشتن دین، آن دینی که به خاطر همین کلمه آمده است که این اسلام است. پس لازم است که هر کسی که این کلمه را دوست بدارد از لوازمات، از چیزهای ضروری که بعد از ادعای محبت به وجود می آید به جا بیاورد. یعنی هر کسی که بگوید که من کلمه لا اله الا الله را دوست می دارم، اهلش را، خودش را، الله رب العزة والجلال، رسولش و دینش را، باید حقیقتش را، حقیقت محبتش را نشان میدهد. حقیقت محبت این انقیاد است. انقیاد هفتمین شرط صحت لا اله الا الله است، یعنی عمل کردن. هر کسی که در حقیقت الله را دوست می‌دارد باید عمل نماید و هر چیزی که محبت را میشکند، نابود میکند، از این دور بیستد، از شکننده های محبت دور باشد، از شکننده های محبتی که خواه سخنی اقوال از زبان باشد، خواه شکننده های عملی باشد، خواه شکننده های اعتقادی باشد، باید از اینها دور بشود و عملی که موافق قرآن و سنت است انجام بدهد تا که محبتش تصدیق باشد. و از تمام طاغوت ها دور باشد و تمام نمود طاغوت ها را بد بیند، از طاغوت های مطبوعه یا که طاغوت در طاعت، طاغوت در اتباع و پیروی، طاغوت در عبادت. و واجب است که انسانی که دوست دارد، محبت دارد، شرک را بد بیند و اهل شرک و مشرکین را بد بیند و بغض و عداوت نسبت مشرکین داشته باشد. مؤمنی که مشرک را بد نمی بیند این در حقیقت ضعیف است. اگر قلباً بد نبیند اصل ایمانش رفته است و کافر شده است، اما اگر ظاهراً بد نبیند در حقیقت واجبات مهم دین را ترک نموده است، زیرا که بد دینین کافر قلباً اصل دین است و ظاهراً این واجبات دین است. پس وقتی که این همه گفته ها را بجا آورد، اهل توحید، اهل کلمه لا اله الا الله را دوست داشت و اهل شرک و اهل طاغوت را بد دید و ترکشان کرد، با همین انسان گویا کلمه لا اله الا الله را دوست داشته است و این دوست داشتیش و این حبش و این عشقش عشق دوستداری صادقانه است. اما کسی که لا اله الا الله را بگوید و بعد از این بگوید که الحمدلله ما هم لا اله الا الله را دوست می داریم، ما هم به نهایت اهل این کلمه هستیم، عشق این کلمه را داریم، بگوید اما عمل نداشته باشد، اما شرک را ترک نکند، اما از اهل شرک دور نباشد، براءت نجوید و این چنین شرک را بد نبیند و این چنین مشرکین، از مشرکین بدش نآید، با مشرکین دوستی بکند و با آنها رفیق باشد، خوشش آید، پس این دعوای محبتی که کرده است دروغ است. محبت حقیقی این از آن اهل توحید است. پس ای بندگان الله،
محبتتان را خاص به الله رب العزت و الجلال انجام بدهید، غیر الله دیگر محبت های باطل را ترک نمایید. یک فایده را در اینجا ذکر می نماییم. باید بدانید که محبت لا اله الا الله، محبت کلمت التوحید لا اله الا الله، قائم بر دو اصل است. اصل اول محبت الله، محبت توحید الله، و بد ندیدن الله و بد ندیدن توحید الله. باید بدانید هر کسی که اهل توحید را بد بیند، هر کسی که توحید الله را بد بیند، الله را بد بیند، این انسان لا اله الا الله گفتهش فایده به اون نمی بخشد. این انسان زیان کشیده و خسارت کشیده و از دایره اسلام بیرون شده است، چرا که بغض توحید، بغض اهل توحید، بد دیدن الله و توحید و اهل توحید، این شکننده اسلام است. اگر قلبی باشه شکننده است، اگر ظاهری باشد هم بغض الله ظاهری و بغض اهل توحید ظاهری، آشکارا دشمنی کردن، شکننده اسلام است. یا که کسی که بد بیند، غضبش آید، بدش آید از آن چیزهایی که الله دوست می دارد. الله چرا دوست می دارد؟ قرآن را دوست می دارد، الله مکه را دوست می دارد، الله مدینه که مسجد رسول اکرم صلی الله علیه و آله در اونجاست، روضه باغ از باغ‌های جنت ما بین بیت امید روضة من ریاض الجنه در اونجاست، جنت البقیع در اونجاست، بیت المقدس را دوست می دارد، ارض مبارکه است، و بسیار چیزهای دیگر را دوست می دارد، صالحین را دوست می دارد، اهل توحید را دوست می دارد، حلال کردهاش را دوست می دارد. هر کسی که چیزی دوست داشته الله را بد بیند و بغضش آید، و هر کسی که چیزهای بد دیده الله را دوست بدارد، داند که این کلمه لا اله الا الله هیچ فایده نمی بخشد، زیرا که نسبت این کلمه محبت شرط صحت این کلمه به جان آمده است. این اصل اول است. اصل دوم محبت، اصل دوم محبت در لا اله الا الله این است که انسان در محبت توحید الله را به جا بیاورد. یعنی وقتی که دوست داری میکند، یگانه الله را دوستی حقیقی بدارد و از شرکی که به غیر الله وجود دارد از این شرک دست کشد، غیر الله پرستی را، غیر الله سوال کنی را، غیر الله سجده کردن و به غیر الله توکل کردن را ترک کند. هر آن شرکی که با همراهی الله هست، غیر الله هست، در شرک محبت و غیره باید انسان ترک بکند. پس محبت لا اله الا الله قائم بر دو اصل است. اصل اول محبت الله و محبت توحید الله و بد ندیدن الله و توحید الله. اصل دوم در محبت یگانه دانستن الله و شرک را انجام ندادن با همراهی الله در محبت. بارک الله فیکم. پس با همین بیان می شود که در حقیقت محبت این یک عملی بزرگ است. دوست داشتن هم عمل است. دوست داشتن الله، رسولش، دینش، شریعتش، کتابش، رسولش. دوست داشتن لا اله الا الله، معنای لا اله الا الله، مضمون لا اله الا الله، مقتضای لا اله الا الله، دلالت هایی که لا اله الا الله، طلبات های لا اله الا الله. دوست داشتن اهل توحید، این همه بهترین و بزرگترین عبادت است که منافقین از این عبادت محرومند. و اما این عبادت به شما بیان میکنیم که اصلش قلب و غیره، همه این در مسائل آینده بیان میشود. با همین این حلقه را به پایان میرسانیم و باذن الله در حلقه آینده دلیل ها را از قرآن به شما از آیات هایی که الله رب العزت و الجلال نازل کرده است در موضوع محبت و در مسئله این که محبت این شرط صحت لا اله الا الله است. اگر محبت نباشد لا اله الا الله فایده به انسان نمی بخشد. ان شاء الله دلیل ها را از قرآن و سنت و از اقوال علما مثل پیشتره به شما ذکر خواهیم کرد. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفر